مقامات ازبکستان جسد اصلدین شایموف ساکن دهه شلوم ناحیه ترسونزاده را به جانب تاجیکستان برگردانیدند و او روز جمعه در قبرستان این دهه به خاک سپرده شد. نزدیکان اصلدین گفتند که مرزبانهای ازبکستان بعد از ظهر 15 اپریل او را در منطقه سرحدی اخبره پرانده و جسدش را با خود بردند. دهه شلوم ترسونزاده در 3 کیلومتری مرز تاجیکستان با ازبکستان قرار دارد و ساکنان آن اصلا ازبک تبارند و به چاره‌داری مشغولند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان خبری از ازبکستان گرفتن جسد اصلدین را تصدیق کردند. محمد جان اولوخاجیف سخنگوی نیروهای مرزبانی گفت با وجود این هنوز مذاکرات طرف تاجیکستان با ازبکستان جریان دارد و خلاصه آن دیرتر به مطبوعات ارائه خواهد شد. عبدالجبار شایموف پدر اصلدین روز 21 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت تیری که سرحدبانان ازبک 6 روز قبل در منطقه اخبره با او زدند به دلش برخورده است. وی میگوید نمیداند مقامات سرحدبانی ازبکستان برای چی جسد پسرش را با خود برده و طول این چند روز با او چی کار کردند. مقامات وعده کردند که به خانواده آنها یاری میرسانند. افزود پدر اصلدین حکومت آمد، جماعت رئیس جماعت آمد، امنیت آمد، نکل میرسا آمد. وی گفت یک پسرش را به خاک سپرد و پسر دیگرش روزی شایموف را در بیمارستان شهر ترسونزاده نگهبانی میکند. روزی شایموف شاهدی اساسی پرانده شدن برادرش از سوی مرزبانهای ازبکستان است و میگوید که از دست و پایش تیر خورده است. او 3 روز پیش در صحبت با رادیو آزادی گفته بود این حادثه هنگام چراندن چاروا رخ داد. گذشت آمد که گام نزد، یگان چی گام نزد که راست آمد که گواه های میکنه بود، های کرده بود، اکم گوه های نک گفت گام نزد، سادات ازبکستان گام نزد، پارون یک تیر زد، اکم رسید نرسید نمیدونم، اکم هم خیلی خوب کرد. بعد مرا کمتر نزدیک شد، اما کمتر نزدیک شد که مرا پارون دستم زد که بعد سرش قاپیدم که پایان کردیم. سرش پایان کردیم که نزنه گفتم، دیگه جای نزنه گفتم که پایان کردیم که یک تیر زد که پایان رسید. بعد گرفتیم. در کنار دهه شلوم زادگاه اصلدین شایموف قسم حربی 0104 سرریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان واقع است. وقتی به این قسم حربی رفتیم یک افسر بدون معرفی خود گفت که در لحظه وقوع حادثه سرحدبانان تاجیک در آن جان نبودند. به گفته این افسر آنها بعد آگاهی به جای حادثه رسیدند. جنجال در مرز دو کشور در گذشته دیده شده است ولی ماجرای نو در زمانی به وقوع می‌پیوندد که مناسبات تاجیکستان و ازبکستان پس از درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین بهتر شده است.